در صورتی که برای برداشت پول میخواید اقدام بکنید، باید سودهایی که در کیف پول سودتون قرار داره رو در کیف پول اصلی بریزید و این کار از طریق گزینه والت اکسچنج امکان پذیره. همونطور که ملاحظه میکنید توی این قسمت از کیف پول سود که مبلغ $157 هست میخوام مقداری رو به کیف پول اصلی واریز بکنم. بنابراین توی گزینه مقدار را وارد کنید، مبلغ $50 رو به عنوان مثال تایپ میکنم و گزینه برای چنج اقدام کنید رو میزنم. همونطور که ملاحظه میکنید به صورت موفقیت آمیز این $50 از کیف پول سود ما به کیف پول اصلی انتقال پیدا کرد. خب همونطور که ملاحظه میکنید کیف پول اصلی ما $50 شارژ شده و حالا برای برداشت اقدام میکنیم. وارد گزینه برداشت در داشبورد پنل کاربریمون میشیم و صفحه برداشت برامون باز میشه. در این قسمت باید یک حساب برداشت ایجاد بکنید. از طریق این گزینه یک حساب برداشت ایجاد کنید. توی این قسمت روی گزینه افزودن حساب جدید کلیک میکنید. توی گزینه انتخاب روش به شما امکان دریافت سود خودتون رو از 3 طریق فراهم میکنه و هر کدوم از اینها فی انتقال بچش یک مقداری با هم متفاوته و به صرفه ترینش شبکه وب 20 یا وب 20 هست که من روی همین گزینه کلیک میکنم. بعد از انتخاب شبکه دلاریمون در قسمت پایین توی این کاد ما باید آدرس ولتمون رو قرار بدیم تا سایت بتونه از این طریق پرداخت ها رو برای ما انجام بده. بنابراین وارد ولتمون میشیم و آدرس والت وب 20 مون رو کپی میکنیم و در این فیلد یا کاد پیست میکنیم، قرارش میدیم و گزینه اضافه کردن حساب برداشت جدید رو میزنیم. خب دوستان، همونطور که میبینید با موفقیت حساب برداشتمون ایجاد میشه در وبسایت و در صورتی که نیاز داشته باشین آدرس کیف پولتون رو تغییر بدین میتونین از این گزینه استفاده بکنید و اون رو ویرایش بکنید. بعد از پایان این موارد دوباره مجددا به پنل داشبوردمون برمیگردیم و حالا برای برداشت اقدام میکنیم. وارد گزینه برداشت در داشبورد پنل کاربریمون میشیم و صفحه برداشت برامون باز میشه. برای انتخاب روش برداشت کلیک میکنید و کیف پولی که در حساب برداشت ایجاد کرده بودید رو انتخاب میکنید. مقداری رو که میخواین برداشت بکنید دقت کنید دوستان، اینجا یک نکته رو باید متذکر بشم. توی این قسمت وقتی که شما میخواید وجهی رو برداشت بکنید، به این علت که برداشت پول شما از این کیف پول شامل یک کارمزد برداشت میشه، باید این رو منظور بکنید که برداشت وجهتون رو از میزان کارمزد کمتر بنویسید. یعنی اگر $50 هست باید $49.2 شما برداشت بکنید و در غیر این صورت حساب برداشت برای شما موفقیت آمیز نخواهد شد. خب من این کار رو انجام میدم و $49 رو وارد میکنم و 8 سنت هم اینجا، باید 2 سنت در نهایت در کیف پول من باقی بمونه و گزینه برداشت پول رو میزنم. خب همونطور که ملاحظه میکنید مقدار 20 سنت در کیف پول اصلی من باقی موند. 80 سنت به عنوان کارمزد برداشته شد و $49 برای ما واریز خواهد شد. و همینطور پایین پنل کاربریتون میتونید تراکنش های مربوط به برداشت حسابتون رو ملاحظه بکنید که به صورت در حال انتظار و به صورت پندینگ هست و به محض اینکه تراکنش شما تایید بشه و به کیف پولتون واریز بشه این تراکنش ساکسس خواهد شد. موفق باشید.